دوستای گرامی بهزاد هستم از شهر فیلادلفی آمریکا. گلوس خوری اومدیم. گلوس ببینید. اکنون درباره این باغ. این هم خیلی در آمریکا در تمام شهر این هم خیلی باغ است. فیلادلفی هم یکی از جایهایی که بسیار هم دهقانی رشد کرده است و هر یک میوه فصل دارد. همه میدونه حاضر فصل گلوس است. گلوس این هم خیلی نشانته. این هم خیلی این درختای گلوس. اکو بینه که گلوسش خیلی زیاد نیست. برای چی؟ برای اینکه علاقه موسم گلوس قریب که تمام شده است. کم کم در همون بلوکاش موندگی است. موندگی نرمو. شما نرمو میگیرید میگن برای گیر فرو. میگه مجبوریم که همین بالاترش بریم گلوس رو اثرش چینیم. همین آخرونش که موندگی است دیگه سرکوش کفیدگی هم. اینه برای خریدن نمی مجبور که میخوریم درستوش که یفتیم بعد چی میتونیم برای خوردن میشه. اینه گلوس زور. در این باغ نه تنها گلوس است، باز سیب است، گلوبیکا است، شافتالو هست. اکنون نوبتی سیب خدا خواهد وقتی سپتامبر است. این آوازی یک بار همجا بیو. اکنون نگاه کنید اینجا این پور سیبایی که در زمین هستند اینو در نتیجه معلوم که شمال سخت بارون اینا ریختگی هستند. هر چیزی که در هم بلوش هست همین است. اما برای من بسیار پسند اومد که این میخه دهقانیشون بسیار هم یک نقطه معین بسیار هم جدی اهمیت میدن. این البته در تاجیکستان هم است، در همه جا هست، لیکن ما اکنون همین در آمریکا چه خیلی است همون نشون داده استودیم. مردم آزاد میبینن میدروین تماشا میخورند تا سیر شدنشونه و اگر خواستید میگیرید میخرید میرید، نخواستید با میتونید که نخریده هم خیلی برایت روید. اینجا درآمد شدیدم درآمدش آزاد است. همین یک دکانچه موندگی هستن دیگه تمام. آخر رو میتونم که برایتون نشون دهم. یعنی همین زمینی بنهایت کلان تمامی فصل هم فصلی مخصوصا همین سیب و آلوچه و گلوس و شافتالو و گل و گلوبیک یک 7 نمود در همین باغ میوه هست دیگه. اما جو آبادی آب شروع کرده تشکیل کرده هستن. همیشه نگاه بین هست چون که درآمد هست. گلوس نشون دادیم، سیب نشون دادیم، اینه گلوبیک بسیار هم برای سلامتی و فایده داره. در آمریکا خیلی زیاده در دکان‌ها. اکنون این طرف آلوچه، اینو درختی همش گلوبیکه که آلوچه یا با میبینیم، لیکن آلوچه خیلی هم زیاده است. این طرف گلوس بود. انا آلوچه حالی ایستاده است چون که آلوچه که کمتر تروش است خودمو با فکرم کمتر میخوره. علاوه خصوص خودی منم اوقا آلوچه نقد نمیبینم، اما میوه همیشه میوه فایده بخش است، باید بخوریم چون همیشه به ارگانیسم آدم ویتامین در کار ویتامین. لیکن آلوچه‌ش دیدم که یک قطار است دیگه نیست. معلوم میشد که طلبات به آلوچه زیاد نیست. حسابی همین آلوچه کم کرده هستن. گلوس هم 3 قطار بود. مانا اینا گلوبیکا باز گلوبیکا. حالا که بعد گلوس نوبت گلوبیکا سر میشه دیگه. پختن سر در زمین علاقه کم کم ریختن سر کردیم. باز آمدن ما زی رفتن خورشید دور نیست.
اینه بلوبری با زبان انگلیسی. اینه میخه گرد اطرافش دیگه درختای به حاصل. این طرف گرفته حاصل نوک کرده گستن. اگر گل دوستار باشید گل نغز بینید طبیعت نغز بینید خیلی الان اینجا قایچی ها موندگی است. قایچی بعد قوطی ها این هم خیلی رنگ خولا میره قایچی کرده برای خودتون میگیری گل دیگه میبره در کاسه پولش میتید خونه تو میبره میمونه. خانم از ایران هستم. ایران اومدیم اینجا استقامت کردیم آمریکا. بله اومدیم اینجا سبزه میوه بچینیم چری و آلبالو. موفق باشید. سلامت باشید. دوستای عزیز سیر و گشت تمام شد. اینه خوردیم گلوبیک هم خوردیم گلوس هم خوردیم سیر هم شدیم برای دهقان رحمت گفتیم. این اکنون میریم نزدی دکان این همه میخریم میبریم خونه. این دکان تختگی این طرفش نشانته. این هم خیلی رنگ بور نداره دیشی. این طرف ماشین های چی موندگی هستن برای پارکوفکه. طرف این خانم همش از ایران هستن. در اومد پمیدورای دهقانی یعنی خیلی اطرافش اینه نمیخیر. این هم اینجا ماشین های میبیارم میمونن پارکوفکه. این هم خیلی میبی میدانش بسیار هم کلان تازه آزاده شروع منه پمیدور گلوبیک گلوس گرفتیم همگی چند سون شد همگی $30.50. ایجاد خوبیش همین که بسیار جو میره درآمدش من پول میته. این باغ دهقانی اینجا ما معقولش همین شد که برای درآمد پول نمیته. اینجا برای درآمد تماشا کردن پول میته. ایجا خیلی نه اینجا به حضور میداره میخوری تماشا میکنی فقط برای خریدن میبیایی میخری میری. وقتی بازار رفتی سودی از بازار گرفتی رفتی. اما یک برتریش همین که هم خوردی بعد با گرفتی رفتی فایده. این هم خیلی برادرای گرامی باغ دهقانی در امریکا. خدا نگهبان همه ما شما باشد که باشه. بود توجه کنی امریکا.